صدای یک زن، پورتری لینا روزبه حیدری. به نام خداوند جان و خرد، خدایی که در نفس انسان شعله پرسش نهاده و در دل زن افغان آتش خاموش نشدنی مقاومت را. سلام و وقتتان پر از نور شنوندگان عزیز. به پادکست شیپینگ افغانستان خوش آمدین. جایی که صدا روایت می شود و روایت صدا می سازد. امروز نمی خواهیم فقط شرح حال بدیم. امروز می خواهیم چراغ روشن کنیم در دل تاریکی های این روزگار. می خواهیم صدایی را زنده کنیم که هر واژه‌اش زخم است بر بیداد و مرهم است بر جان خسته ما. صدایی که از دل رنج برمیخیزد اما از امید لبریز است. صدایی که نه فریاد که حضور است. حضور مؤثر، آرام اما کوبنده. ما از لینا روزبه حیدری میگیم. شاعری که واژه‌هایش چون خنجر قلب تبعیض را میشکافد. خبرنگاری که پشت هر لبخند رسمی سیاست حقیقت را جسته میکند و زنی که در میانه ویرانی‌ها با قامت استوارش قامت زن افغان را باز میسازد. در این سفر با هم قدم میگذاریم در کوچه پس کوچه های زندگی لینا. می نشینیم کنار اشعارش، گوش می سپاریم به نجوای گزارش هایش و اندک درنگ می کنیم تا بفهمیم چگونه یک زن می تواند هم راوی باشد و هم روایت. پس اگر دلتون برای یک صدای راستین تنگ شده، اگر هنوز باور دارید که کلمات توان دگرگون کردن دارند، همراه ما باشید. صدایی برای شهادت زندگی، آثار و تاثیرات لینا روزبه حیدری. هویت و صدای لینا روزبه حیدری در کره تبعید و آوارگی شکل گرفت و تجربیات تلخ شخصی و جمعی را به نیروی محرکه‌ای برای آثار ادبی و روزنامه‌نگاری او بدل ساخت. زندگی او که با گسست از وطن آغاز شد، مسیر پرفراز و نشیب از آموزش‌های پراکنده اما غنی را طی کرد و در نهایت او را به یکی از چهره‌های برجسته فرهنگی و رسانه‌ای افغانستان در تبعید تبدیل نمود. لینا روزبه حیدری فرزند انجینیر سرور روزبه و اسمت محسنی در سال 1976 در کابل و در خانواده‌ای اصالتاً هراتی چشم به جهان گشود. والدین تحصیل کرده او، پدر انجینیر فارغ التحصیل از پلی تکنیک کابل و مادر معلم، فضای سرشار از فرهنگ و دانش را برای او فراهم آورده بودند. او تحصیلات ابتدایی خود را در مکتب ملالی کابل آغاز کرد. اما این دوره با تهاجم اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان در سال 1979 و تحولات پس از آن ناتمام ماند. در سال 1984 در سن 8 سالگی خانواده روزبه ناگزیر به ترک وطن شدند و این لحظه گسست نقطه آغازی بر سفر طولانی او در تبعید بود. سفری که عمیقاً جهانبینی و انگیزه های او را برای نوشتن و شهادت دادن شکل داد. مسیر مهاجرت خانواده روزبه از ایران آغاز شد. لینا تحصیلات متوسطه خود را در ایران ادامه داد و رشته ادبیات را برگزید. این دوره با وجود فراهم آوردن فرصت ادامه تحصیل با تجربیات تلخ تبعیض و تحقیر همراه بود. او خود به روشنی از خاطره یاد می کند که در آن مرد جوانی در نزدیکی حرم امام رضا در مشهد با لحن توهین‌آمیز او را افغانی خر خطاب کرده و تهدید به اخراج می کند. این خاطره دردناک یکی از جرقه‌های اصلی بود که او را به سمت نوشتن سوق داد تا راوی رنج‌های هموطنانش باشد. شرایط نامساعد در ایران خانواده را بر آن داشت تا به پاکستان مهاجرت کنند. او در پاکستان توانست تحصیلات مکتب خود را در یک مکتب افغان به پایان برساند. با این حال در پاکستان نیز با مشکلاتی چون فساد پلیس و احساس ناامنی و تحقیر مداوم روبرو بودند که در نهایت منجر به تصمیم خانواده برای مهاجرت به کانادا شد. ورود به مونتریال کانادا فصل جدید و تعیین کننده در زندگی و تحصیلات او بود. این مهاجرت هرچند ریشه در مصائب داشت، به یک مسیر آموزشی غیر متعارف اما غنی تبدیل شد. او در کانادا به تحصیلات عالی پرداخت و 2 مدرک لیسانس دریافت کرد. لیسانس در رشته ارتباطات مطبوعات و سینما از کالج وانیه‌ای و لیسانس دوم در رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل از دانشگاه کانکوردیا یونیورسیتی که در سال 2003 به پایان رسید. پای تحصیلی تصادفی نبودند. آنها مستقیما
بازتاب دهنده تمایل او برای درک و تحلیل نیروهای سیاسی و رسانه‌ای بودند که زندگی او و میلیون‌ها افغان دیگر را رقم زده بود. این مسیر آموزشی پراکنده از مکتبی در کابل تا دانشگاهی در مونترال او را به ابزارهای فکری و تحلیلی مجهز کرد که بعدها در حرفه روزنامه‌نگاری و نویسندگی به کار گرفت. یکی از دستاوردهای مثبت این مهاجرت‌ها تسلط او بر چندین زبان بود. علاوه بر زبان مادریش دری، او به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، اردو و هندی مسلط است و با زبان عربی نیز آشنایی دارد. این توانایی چند زبانه به او امکان داد تا آثار خود را از جمله چندین شعر انگلیسی در مجلات بین المللی به چاپ برساند و با مخاطبان گسترده تری ارتباط برقرار کند. پس از ازدواج با اشرف حیدری، لینا روزبه به ایالات متحده آمریکا نقل مکان کرد. این مهاجرت سرآغاز فعالیت حرفه‌ای جدی او در عرصه رسانه بود. در حدود سال 2003 او کار خود را با رادیو صدای آمریکا آغاز کرد. روند استخدام او که پس از دیدن یک آگهی در روزنامه و گذراندن یک دوره آزمایشی 7 ماهه صورت گرفت، نشان دهنده ورود حساب شده او به دنیای رسانه‌های حرفه‌ای است. او همزمان با کار تحصیلات خود را نیز ادامه داد و به صورت نیمه وقت در مقطعی ماستری در رشته مدیریت بازرگانی MBA مشغول به تحصیل شد که نشان از تلاش مستمر او برای رشد و توسعه فردی و حرفه‌ای دارد. زندگی شخصی او نیز با چالش‌های خاص خود همراه بوده است. با عنوان مادر یک پسر به نام آرمان و همسر دیپلماتی که اغلب در سفر بود، او همواره در تلاش برای ایجاد تعادل میان مسئولیت‌های خانوادگی و یک حرفه پرمشغله بوده است. او خود اذعان دارد که خانواده و نویسندگی برایش در اولویت قرار دارند و موفقیت را نه در رسیدن به همه اهداف، بلکه در پایداری و وفاداری به ارزش‌های اصلی خود می‌بیند. این دیدگاه روایتی واقع بینانه و الهام بخش از موفقیت ارائه می‌دهد که به ویژه برای زنانی که با نقش‌های چندگانه دست و پنجه نرم می‌کنند قابل تأمل است. تجربه مهاجرت و مشاهده رنج هموطنانش انگیزه‌های اصلی او برای نوشتن را شکل داد. او خود می‌گوید که مشاهده چشمان اشکبار و نگران پیرمردی که با ریش سفید و کمری خمیده پشته‌ای را بر پشت می‌کشید، آفتاب سوزنده و گرم تابستان‌های پاکستان و خیمه‌های بی‌آب و پاره‌پاره مهاجرین و کشتارهای قومی، زبانی و مذهبی پس از خروج شوروی او را واداشت تا قلم به دست گیرد. برای او نوشتن تنها راه ثبت این فجایع است تا مبادا روزی فراموش کنیم. این جمله جوهر رسالت او را به عنوان یک نویسنده و شاهد نشان می‌دهد. مبارزه با فراموشی از طریق هنر. فعالیت حرفه‌ای لینا روزبه حیدری بر 3 ستون استوار است: روزنامه‌نگاری، شعر و نثرنویسی. این 3 حوزه هرچند متمایز، عمیقاً با یکدیگر در ارتباط هستند و یکدیگر را تکمیل می‌کنند. روزنامه‌نگاری در صدای آمریکا بستری برای گزارش‌دهی عینی و تحلیل سیاسی فراهم می‌کند، در حالی که شعر و نثر او فضایی برای بیان احساسات، نقدهای تند اجتماعی و مقاومت فرهنگی است. این دوگانگی استراتژیک به او اجازه داده است تا هم به عنوان یک منبع اطلاعاتی معتبر و هم به عنوان یک صدای وجدانی قدرتمند در جامعه افغانستان شناخته شود. لینا روزبه از حدود سال 2003 همکاری خود را با صدای آمریکا آغاز کرد و به یکی از چهره‌های شناخته شده بخش دری این رسانه تبدیل شد. او کار خود را با رادیو شروع کرد و با تأسیس تلویزیون آشنا برای افغانستان در سال 2006 به عنوان یکی از گویندگان اصلی به این بخش پیوست. با گذشت زمان مسئولیت‌های مدیریتی نیز بر عهده گرفت و مدتی مدیریت تیم تلویزیون و رادیو را نیز به دوش کشید. یکی از برجسته‌ترین لحظات کار روزنامه‌نگاری او مصاحبه با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت ایران بود. در این مصاحبه سوالات چالش برانگیز روزبه باعث شد تا احمدی نژاد جملات معروفی درباره مهاجران افغانستانی بیان کند که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و میان مهاجران داشت و نشان از جسارت و حرفه‌ای‌گری او در مقام یک خبرنگار بود.
سوال خانم لینا را بشنویم که به انگلیسی از احمدی نژاد میپرسد و بعد هم پاسخ احمدی نژاد رو هم گوش میکنیم. Thank you so very much, Mr. Ahmadinejad. My name is Lina Ruzbe. I'm with Voice of America Afghanistan Service. Today in your speech, you preached goodness and cooperation among nations. How do you explain the ill treatment of Afghan refugees for the past 3 decades in Afghanistan, who come from a country who speak the same language as you, who have the same religion as you, and yet they've been treated like aliens for decades, and they have a generation who are born in Iran, they are raised in Iran, they speak the language, they lost their identity, they are Iranian, and yet they are prevented from going to school, and the most basic human rights, such as buying houses, sending their children to school, opening business, has been denied. And you constantly threaten the Afghan government by sending these refugees back. برای گزارش دادن از مجمع عمومی ملل متحد به نیویورک رفته بودم و فرصت شرکت در کنفرانس مطبوعاتی آقای احمدی نژاد برای من دست داد. البته آقای احمدی نژاد قبل از این کنفرانس سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد ایراد کرده بود. سوال من از ایشان در مورد سخنرانیشان بود. سخنرانی آقای احمدی نژاد حدود 4 یا 5 صفحه طولانی بود در مورد همکاری، در مورد روابط حسنه با کشورها، در موردی که و با برگرفته آیاتی از قرآن و در مورد پیامبران که چطور باید مهربان باشیم، چطور باید عادل باشیم. و من سوال من ازشانی بود که شما که در حدود 15 دقیقه قبل در مجمع عمومی ملل متحد از عدالت، همکاری، برابری و برادری ملت‌ها صحبت کردین، چطور سوء رفتار با مهاجرین افغانی که در کشور شما زندگی میکنن که عین مذهب شما را دارن، همزبان شما هستن، توجیه میکنین؟ و این در حالی است که وادم به همه آشکار است که افغان‌ها یک نسلی دارن که در طول 30 سال گذشته در ایران به دنیا آمده، در ایران بزرگ شده و اینا به شکل کل هویت افغانیت خود تا اندازه دارن، اما زیادتر با عادات و اخلاق ایرانی ها عادت کردن و اینا هنوز هم با همون چشم یک مهاجر غیرقانونی دیده میشه. متشکرم. میگن مهمان اومد انقدر مون تا صابخونه شد. ما 2.5 میلیون از هموطنای این خانوم 30 سال در کشور ما در کمال دوستی و برادری دارن زندگی میکنند، به طور کامل تحت حمایت دولت ایران هستند. البته هستن یه عده قلیلی که به طور غیرقانونی از مرزها عبور میکنند، تخلفاتی انجام میدن. طبیعی است که دولت ایران برای صیانت از 2.5 میلیون نفر عزیزان افغانی باید با اون متخلفین اندک برخورد بکنه. من تعجب میکنم سخنان رسمی مسئولین کشور افغانستان و شخصیت‌های آزاد افغانستان 180 درجه با صحبت‌های خانم که برای آمریکا کار میکنند متفاوته. همه اونها دائما از خدماتی که دولت ایران به هموطنان ایشون یعنی به عزیزان افغانی ارائه میده دائما تشکر میکنن، بیانیه میدن در مصاحبه ها، در ملاقات ها، در اظهار نظرها. و جالبه بدونید این 2.5 میلیون نفر با مردم ما مثل هموطن و دوست در حال زندگی کردنن و هیچ کدومشون اعتراضی ندارن. اما میبینیم خیلی دوست دارم که سوالی که از حامد کرزی رئیس جمهور وقت افغانستان و همچنان از باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در کنفرانس خبریشان کرده رو هم بشنویم. مام Lina Ruzbe, Afghanistan Service, Voice of America. I will ask President Karzai a question and then President Obama. Voice of America's Afghanistan Service? Yes. Good. Thank you. One of the purposes of your trip here to gain the support of U.S. government for reconciliation and reintegration of Taliban in Afghanistan. When you first initiated this strategy or plan, you were interested into talks with lower to middle level of Taliban, but you have increasingly shown interest into bringing Taliban leaders into the negotiations. While
Taliban made it very clear that the only way for them to talk to the Afghan government is the complete withdrawal of foreign troops from Afghanistan and the creation of a Sharia-based government in that country. Are you sure that this strategy, after all the support that you will gain from international community, will be a successful one and it will not be yet another failed strategy in Afghanistan? And my question for President Obama would be that Secretary Clinton yesterday mentioned in a gathering that U.S. support this initiative only if the Taliban put their weapons down, respect the Afghan constitution, and cut all ties with Al-Qaeda. And we all know that Taliban and Al-Qaeda are pretty much fighting for the ideology, not material gains. And it's very hard to differentiate between the two in Pakistan and Afghanistan since they are fighting as a united force in those countries. Do you think it's a doable strategy for Afghanistan? Thank you. Ma'am, exactly the last part of your question is my answer. Afghanistan is seeking peace because through military means alone, we are not going to get our objectives of bringing stability and peace to Afghanistan and the defeat of terrorism. Now, there are thousands of the Taliban who are not ideologically oriented, who are not part of Al-Qaeda or other terrorist networks, or controlled from outside in any manner troublesome to us. There are thousands of them who are country boys, who have been driven by intimidation or fear caused by, at times, misconduct by us, or circumstances beyond their control or our control. It is these thousands of Taliban who are not against Afghanistan or against the Afghan people or their country, who are not against America either or the rest of the world, and who want to come back to Afghanistan if given an opportunity and provided the political means. It is this group of the Taliban that we are addressing in the peace jirga. It is this group that is our intention. Those within the Taliban leadership structure who again are not part of Al-Qaeda or the terrorist networks or ideologically against Afghanistan's progress and rights and constitution, democracy, the place of women in the Afghan society, the progress that they've made, and are willing to march ahead with the rest of their people in their country towards a better future for Afghanistan, are welcome. And the jirga, the peace consultative jirga, is intended for consulting the Afghan people, taking their advice on how and through which means and which speed should the Afghan government proceed in the quest for peace. Well, I think President Karzai summed it up well. We've been very clear that we need ultimately a political component to our overarching strategy in Afghanistan. And as President Karzai described, the Taliban is a loose term for a wide range of different networks, groups, fighters with different motivations. What we've said is that so long as there's a respect for the Afghan Constitution, rule of law, human rights, so long as they are willing to renounce violence and ties to Al-Qaeda and other extremist networks, that President Karzai should be able to work to reintegrate those individuals into Afghan society. This has to be an Afghan-led effort, though. It's not one that's dictated by the United States or any other outside power. And I think that the peace jirga will allow for a framework to then move forward. One of the things I emphasized to President Karzai, however, is that the incentives for the Taliban to lay down arms, or at least portions of the Taliban to lay down arms and make peace with the Afghan government, in part depends on our effectiveness in
breaking their momentum militarily. And that's why we put in the additional U.S. troops. That's why General McChrystal is working so hard to clear out key population centers from Taliban control. And so the timing, how the reconciliation process works, at what point do the Taliban start making different calculations about what's in their interests, and how the Afghan people feel about these issues is in part going to be dependent on our success in terms of carrying out our mission there. So we are a very, I think, important partner in facilitating this potential reconciliation and effectively empowering the Afghan government so that it is in the strongest possible position as these talks. پس از سقوط دولت افغانستان در آگوست 2021 گزارش‌های او به شکل فزاینده بر موضوعات حقوق بشری و وضعیت زنان متمرکز شد. او در مصاحبه‌ای به دشواری پوشیدن دو کلاه اشاره می‌کند. کلاه یک خبرنگار بی‌طرف که باید اخبار را بدون دخالت احساسات گزارش دهد و کلاه یک زن افغان که شاهد رنج هم نوعان خود زیر سلطه طالبان است. این تنش درونی عمق کار او را بیشتر می‌سازد. تحلیل محتوای گزارش‌های او در این دوره اولویت‌های کاری و دغدغه‌های اصلیش را به خوبی نشان می‌دهد. اگر خبرنگار لینا روزبه عرصه عینیت‌گرایی اوست، شعر قلمروی بی‌پرده‌ترین احساسات، خشم و مقاومت اوست. آثار شعری او به مثابه ابزاری برای تشخیص وضعیت روحی و سیاسی ملت افغانستان عمل می‌کنند. او در شعر نقاب بی‌طرفی را کنار می‌گذارد و با زبان قدرتمند و نمادین به کالبد شکافی زخم‌های وطن و هویت زنانه می‌پردازد. وعده بهشت، این مجموعه شعر که در سال 2015 منتشر شد، بازتاب دهنده درد و رنج مردم افغانستان به ویژه زنان و هویت او به عنوان یک مهاجر است. عنوان کتاب خود طعنه‌آمیز است. وعده بهشت در برابر واقعیت جهنمی، جنگ، تبعیض و آوارگی قرار می‌گیرد. اشعار این مجموعه همانطور که خود لینا در مقدمه بیان می‌کند، از رنج و اشک مردم سرزمین ام و از لبخندهای کمرنگ آنها الهام گرفته شده است. این کتاب تلاشی است برای ثبت دائمی این دردها و لبخندها. سیب و هوا، این کتاب که قرار بود چند سال پس از مجموعه اول منتشر شود، تداوم همان مضامین است، زیرا به گفته شاعر روزگار برای سرزمینش متحول نشده است. عنوان کتاب به روشنی به کهن الگوی هوا اشاره دارد که یکی از بنمایه‌های اصلی شعر اوست. این انتخاب نشان دهنده تمرکز او بر بازخوانی و بازآفرینی هویت زنانه در بستر اسطوره‌ای و دینی است. بنمایه‌های کلیدی در شعر لینا روزبه. کهن الگوی زن، در شعری مانند من زنم، روزبه با فراخواندن چهره‌های تاریخی و مذهبی زنانه چون حوا، مریم، خدیجه، فاطمه و زلیخا یک هویت زنانه قدرتمند و فراتاریخی می سازد. این زن در شعر او هم مقدس است و هم گناهکار، هم قربانی است و هم قدرتمند. او با این کار زن را از چارچوب‌های محدود کننده سنتی خارج کرده و به او ابعاد جهانی و اسطوره‌ای می‌بخشد. او می‌نویسد: من هوایم، زلیخایم، فاطمه‌ام، خدیجه‌ام، مریمم. من درست همانندی رنگین کمان، رنگ‌هایی دارم روشن و تیره. وطن زخمی، اشعار چون لشکر خباثت تصویر بیرحمانه و عریان از وطنی ارائه می‌دهند که در آتش ریاکاری، جنون و خشونت می‌سوزد. او در این شعر بهشت وعده داده شده را با پرسش تلخ به چالش می‌کشد. آیا بهشت همین است؟ اینقدر پلید و زشت است؟ و در نهایت با نفرت مقدس فریاد می‌زند: نفرین بر شما باد ای لشکر خباثت. وحدت ملی و نقد قومگرایی، شعر من افغانم یک بیانیه سریع علیه تفرقه‌های قومی و مذهبی است.
او با نفی تعلق به یک قوم یا مذهب خاص، من نه تاجکم، نه پشتون، نه هزاره و نه ازبک، نه ز سنی، نه ز شیعه، هویت فراگیر و ملی را ترویج می کند که بر انسانیت بودن استوار است. علاوه بر شعر، لینا روزبه در عرصه نثرنویسی نیز حضور فعال و تاثیرگذار دارد. مقالات و یادداشت‌های او که در وبسایت‌ها منتشر شده اند، با لحنی صریح، گزنده و گاه طنزآمیز به نقد پدیده‌های اجتماعی و سیاسی می‌پردازند. عناوین مقالات او خود گویای سبک انتقادی و بی‌پرده‌اش هستند. چقدر بی غیرتیم، غیرت افغانی، مسخره ما، در دوزخ افغانها به دربان احتیاج ندارند و زن که از تار مو بر فرق سرش تا کف پایش حرام است و باید در برقعه خریطه پوشانده شود. این عناوین نشان میدن که او در نثر خود برخلاف روزنامه‌نگاری رسمی از به چالش کشیدن مستقیم باورهای رایج، ریاکاری‌های اجتماعی و تفسیرهای زن ستیزانه از دین هیچ ابایی ندارد. در کنار این نوشته‌های تند و انتقادی، آثار درونگرایانه‌تری نیز از او به چشم می‌خورد. یادداشت او درباره تحول شخصیتیش در دوران همهگیری کووید 19 نگاه نادر به روانشناسی و خودکاوی او ارائه می‌دهد. او در این نوشته توضیح می‌دهد که چگونه دوره انزوا و خانه‌نشینی به تبلور هویتی و شخصیتی و افزایش اعتماد به نفس او منجر شد و او را از فردی که همیشه خوبی را در دیگران می‌دید به شخصیتی ققنوسوار تبدیل کرد که از خاکستر خود برمی‌خیزد. این نوشته نشان دهنده ظرفیت او برای خودانتقادی و تحول درونی است. تأثیرات لینا روزبه حیدری فراتر از آثار منتشر شده اوست و در نقش او به عنوان یک چهره الهام بخش برای زنان افغان و یک صدای روشنفکر کلیدی در شکل دهی به گفتمان دیاسپورای افغانستانی تجلی می‌یابد. میراث او در تواناییش برای پیوند زدن مقاومت در داخل با ادوکیسی در خارج و ارائه الگوی نوین از زن موفق افغان نهفته است. لینا روزبه به عنوان یک حامی قدرتمند حقوق زنان و الگویی برای نسل جدیدی از زنان افغان به ویژه در عرصه رسانه شناخته می شود. یکی از نمودهای عینی این تاثیر دریافت جایزه‌ای از سوی بنیاد اپ فور سکسس بود. طبق گزارش‌ها، این بنیاد که در زمینه توانمندسازی زنان فعالیت می‌کند، پس از بررسی کتاب وعده بهشت و مشاهده فعالیت‌های او در رسانه‌های اجتماعی، او را به عنوان یکی از 8 زن توانمند شامل 2 افغان، 2 آمریکایی و 4 ایرانی برای تقدیر انتخاب کرد. این جایزه نشان می‌دهد که چگونه آثار ادبی و حضور دیجیتال او در هم تنیده شده و تأثیر ملموس و قابل شناسایی در سطح بین‌المللی ایجاد کردند. تأثیر او همچنین در ارائه الگویی از یک زن مدرن و متعادل است. او در زندگی خود نشان داده است که می توان میان یک حرفه پرمخاطره، مسئولیت‌های خانوادگی و جاه طلبی‌های شخصی تعادل برقرار کرد. الگوی قدرتمند در جامعه‌ای که اغلب نقش‌های جنسیتی خشکی را بر زنان تحمیل می‌کند. فلسفه لینا روزبه درباره نقش هنرمند در جامعه بحران زده در مصاحبه او با وبسایت راوی زن به وضوح بیان شده است. این فلسفه کلید درک پروژه فکری و هنری اوست. او معتقد است که در شرایط کنونی افغانستان ادبیات مبارزه با قلم است و اهمیتی کمتر از مقاومت مسلحانه ندارد. به باور او، نویسندگان و شاعران وظیفه خطیر آگاهسازی مردم را بر عهده دارند و باید با نوشته‌های خود با روایت‌های دروغین مبارزه کنند. او پا را فراتر گذاشته و میگوید در وضعیت فاجعه‌بار کنونی سرودن اشعار عاطفی و عاشقانه نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت است. رسالت شاعر آن است که درد و رنج جمعی را حس کرده و آن را در آثار خود بازتاب دهد. این دیدگاه تمام آثار ادبی او را در چارچوب یک پروژه سیاسی آگاهانه قرار می‌دهد که هدف آن مقاومت در برابر حذف تاریخ، مستندسازی فجایع و پرورش وجدان انتقادی در میان افغان هاست. لینا روزبه یکی از چهره‌های فکری کلیدی در میان جامعه مهاجران افغان است. آثار و فعالیت‌های او آینه‌ای است که چالش‌های اصلی هویت در تبعید را بازتاب می‌دهد. مذاکره بر سر تعلق، حفظ حافظه فرهنگی و مشارکت در آنچه ملی‌گرایی از راه دور خوانده می‌شود.
تحول شخصی او خود نمونه کوچک از این فرایند است. او از جایگاهی که در آن به خاطر افغان بودن تحقیر میشد به نقطه‌ای رسیده است که با افتخار میگوید من از افغانستان هستم. افتخاری که نه از تاریخ گذشته بلکه از مشاهده مقاومت شجاعانه زنان در داخل کشور نشأت میگیرد. این یک رابطه متقابل و هم‌افزا است. مقاومت زنان در داخل به کار او در خارج معنا و انرژی می‌بخشد و پلتفرم رسانه‌ای او صدای مبارزات آنان را تقویت می‌کند. این چرخه الهام بخشی و اعتباردهی هم مقاومت داخلی و هم حمایت خارجی را زنده نگه می‌دارد. او صرفاً یک ناظر منفعل نیست. فراخوان او از جامعه مهاجران برای لابیگری فعال با دولت‌های غربی به نفع زنان افغانستان نشان دهنده نقش او در تلاش برای تبدیل دیاسپورا از یک جامعه تبعیدی منفعل به یک نیروی سیاسی فعال است. او با این کار به تعریف مجدد نقش و مسئولیت افغان‌های خارج از کشور در قبال سرنوشت وطنشان کمک می‌کند. لینا روزبه حیدری شخصیت چند وجهی و در حال تحول در چشمانداز فرهنگی معاصر افغانستان است. این پادکست از شیپینگ افغانستان نشان داد که چگونه تجربیات او در بستر جنگ و تبعید به شکلگیری یک صدای منحصر به فرد منجر شد که در 3 عرصه روزنامه‌نگاری، شعر و نثر به شهادت و مقاومت می‌پردازد. او با استفاده استراتژیک از 2 پلتفرم عمومی، خبرنگار عینی در رسانه بین‌المللی و نویسنده منتقد در فضای ادبی، توانسته است هم به عنوان یک روشنفکر تاثیرگذار و هم به عنوان نمادی از زن مدرن و مقاوم افغان جایگاه خود را تثبیت کند. میراث او در همتنیدگی هنر و کنشگری، در پیوند زدن درد شخصی به فریاد جمعی و در الهام بخشیدن به نسلی از زنانی است که در داخل و خارج از افغانستان برای حقوق و هویت خود مبارزه می کنند. با این حال، با وجود 3 کتاب منتشر نشده و آینده نامعلوم افغانستان، روایت لینا روزبه حیدری هنوز به پایان نرسیده است. او همچنان یک صدای فعال، ضروری و تاثیرگذار در داستان جاری مردمش باقی می‌ماند. با تشکر از همراهی شما در کانال شیپینگ افغانستان. با ما همراه باشید تا سایر شخصیت‌هایی که به افغانستان شکل دادند و یا در حال شکل دادن هستند بیشتر معرفی شویم.